در زمانی که هنوز خداوند با قوم خود سخن می گفت، کودکی به نام سموئیل به دنیا آمد. از عمق اندوه و دعا، از ایمان استوار یک مادر، او پا به این جهان گذاشت. در شب‌های آرام خیمه مقدس صدای خدا را شنید. سخن بگو ای بنده من، زیرا من گوش می دهم. کودکی در خانه خدا، در میان مردانی که دلهایشان در سایه فرو رفته بود رشد کرد و در همان خانه تاریکی ایمان را تهدید می کرد. سموئیل رشد کرد، کلام خدا بر لبانش، عدالت و هدایت در دستانش. او دید که پادشاهان برخاستند و سقوط کردند. یکی نیرومند در ظاهر اما کجدل در باطن و دیگری کوچک در نگاه انسان اما راستکار در نظر خدا. و هر آنچه انجام داد نه برای قدرت بود، نه برای جلال، بلکه برای بجا آوردن اراده خداوند بر زمین. این داستان یک نسل است، داستانی که با یک دعا آغاز شد، با گوش سپردن ادامه یافت و به دست خدا در تاریخ قوم او نوشته شد. این است سموئیل، مردی که با گوش سپردن ملتی را هدایت کرد. ابنیزر، تا به اینجا خداوند ما را یاری کرده است. در روزگاری که داوران بر اسرائیل حکمرانی می‌کردند، زمانی پر از جنگ، بی‌ایمانی و فراموشی خدا، مردی به نام القانه در تپه‌های افرایم زندگی می‌کرد. هر سال او به همراه خانواده‌اش به شیلو سفر می‌کرد، جایی که خیمه مقدس برپا بود و تابوت عهد خداوند قرار داشت تا خداوند لشکرها را عبادت کند و قربانی بگذراند. القانه 2 همسر داشت، یکی فننه که صاحب فرزند بود و دیگری حنا که فرزندی نداشت، زیرا خداوند رحم او را بسته بود. فننه درد حنا را خوب می‌دانست و سال به سال حتی در خانه خدا او را می‌آزرد و تحریک می‌کرد تا جایی که حنا دیگر نمی‌توانست غذا بخورد و اشک‌هایش پایانی نداشت. روزی القانه به او گفت: ای حنا، چرا گریه می‌کنی؟ چرا غذا نمی‌خوری؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ اما هیچ کلام انسانی نمی‌توانست زخم دل او را شفا دهد. شبی در شیلو حنا برخاست و در حضور خداوند ایستاد. خیمه در سکوت فرو رفته بود، چراغ‌ها به آرامی می‌لرزیدند و ایلی کاهن سال خورده در نزدیکی نشسته بود. با دلی شکسته حنا جان خود را در حضور خدا فرو ریخت. لب‌هایش حرکت می‌کرد اما صدایی شنیده نمی‌شد، زیرا دعای او عمیق‌تر از آن بود که با کلمات بیان شود. و نذری کرد و گفت: ای خداوند لشکرها، اگر بر رنج کنیز خود نظر کنی و به من پسری عطا فرمایی، او را تمام روزهای عمرش به تو خواهم سپرد. ایلی او را دید و گمان کرد مست است. گفت: تا به کی مست خواهی بود؟ شراب را از خود دور کن. اما حنا با آرامی پاسخ داد: نه سرورم، من زنی پریشان دل هستم. شرابی ننوشیم، بلکه جان خود را در حضور خداوند ریختم. ایلی به او نگریست و گفت: به سلامت برو، خدای اسرائیل درخواستت را به تو عطا فرماید. پس حنا برخاست، چهره خود را شست و دوباره غذا خورد. و این بار چهرهش دیگر غمگین نبود و خداوند او را به یاد آورد. و حنا حامله شد و پسری به دنیا آورد. او نامش را سموئیل گذاشت و گفت: زیرا او را از خداوند طلب کردم. هر سال خانواده القانه برای قربانی رفتند، اما حنا در خانه ماند. او گفت: وقتی کودک از شیر گرفته شود، او را نزد خداوند خواهم برد و او تا ابد در آنجا خواهد ماند. القانه موافقت کرد. پس حنا در خانه ماند و از سموئیل مراقبت کرد. و هنگامی که سموئیل از شیر گرفته شد، حنا او را همراه با هدایا به شیلوه برد و در حضور ایلی پاهن ایستاد. او گفت: من همان زنی هستم که در اینجا ایستاده بود و به خداوند دعا می کرد. برای این کودک دعا کردم و خداوند درخواست مرا عطا فرمود. اکنون او را به خداوند باز می سپارم. تمام روزهای زندگیش از آن او خواهد بود. و سموئیل در آنجا ماند. سپس حنا دعا کرد، نه از روی اندوه بلکه از شادی: دل من در خداوند شادمان است. هیچ کس چون او مقدس نیست. او حیات می بخشد، فروتنان را برافراشته می سازد و نیازمندان را به جایگاه عزت می رساند. سالها بعد این دعا بار دیگر از دهانی دیگر طنین انداز شد و القانه و حنا به خانه بازگشتند. اما سموئیل در حضور خداوند باقی ماند و در خدمت ایلی کاهن رشد کرد. اما در همان خانه‌ای که سموئیل در آن رشد می‌کرد، سایه‌ای تاریک همچنان باقی بود.
پسران ایلی یعنی حفنی و فینهاس در نام کاهن بودند، اما خداوند را نمی‌شناختند. آنها از قربانی‌ها آنچه را که از آن خدا بود می‌گرفتند و هدایای او را با بی‌احترامی و حتی با زور تصاحب می‌کردند. گناه ایشان در نظر خداوند بسیار عظیم بود. ایلی از کارهایشان باخبر شد و به آنان هشدار داد. اگر کسی به انسانی گناه کند، خدا داوری خواهد کرد. اما اگر کسی به خداوند گناه کند، چه کسی برای او شفاعت خواهد نمود؟ اما آنها گوش ندادند و خداوند تصمیم گرفته بود که ایشان را داوری کند. سپس مردی از جانب خدا نزد ایلی آمد با پیامی سنگین. من خاندان تو را برگزیدم تا مرا خدمت کنند، اما تو پسران تو را بیش از من حرمت نهادی. پس روزی خواهد آمد که هر دو پسرت در یک روز خواهند مرد. در حالی که تاریکی در اطرافش بیشتر میشد، سموئیل همچنان رشد میکرد و هم نزد خداوند و هم نزد مردم محبوب بود و روح خداوند بر او قرار داشت. در آن روزها کلام خداوند نادر بود و رویاها اندک. سموئیل هنوز جوان بود و هنوز خدا را به شکل عمیق نمی شناخت. شبی در حالی که در خیمه مقدس نزدیک تابوت خدا خوابیده بود، صدای او را خواند: سموئیل. او برخاست و نزد ایلی دوید و گفت: اینجا هستم، تو مرا صدا زدی. اما ایلی گفت: من تو را صدا نزدم، برو بخواب. این اتفاق دوباره افتاد و دوباره، و سموئیل هنوز صدای خداوند را نمی شناخت. بار سوم ایلی فهمید. به سموئیل گفت: اگر دوباره صدا را شنیدی بگو، سخن بگو ای خداوند، زیرا بنده ات گوش می دهد. پس سموئیل خوابید و خداوند آمد و او را صدا زد: سموئیل، سموئیل. و سموئیل پاسخ داد: سخن بگو، زیرا بنده ات گوش می دهد. سپس خداوند سخن گفت و حکم داوری را درباره خاندان ایلی اعلان کرد، به سبب گناه پسرانش که او آن را متوقف نکرده بود. سموئیل تا صبح در همانجا خوابید، با ترس از اینکه پیام را بازگو کند. اما وقتی ایلی از او پرسید، او همه چیز را گفت و هیچ چیز را پنهان نکرد. ایلی گفت: او خداوند است، بگذار آنچه در نظر او نیکوست انجام دهد. و از آن روز به بعد تمام اسرائیل دانست که سموئیل به عنوان نبی خداوند تثبیت شده است، زیرا خداوند با او بود و هیچ یک از سخنانش بر زمین نمی‌افتاد. روزهای تاریکی بر اسرائیل فرا رسید. آنها با فلسطینیان به جنگ رفتند و شکست خوردند. هزاران نفر در میدان نبرد افتادند. بزرگان گفتند: بگذارید صندوق عهد خداوند را بیاوریم تا ما را نجات دهد. پس تابوت را از شیلوه آوردند و پسران ایلی یعنی حفنی و فینهاس همراه آن آمدند. وقتی صندوق عهد وارد اردوگاه شد، اسرائیل با صدای بلند فریاد زد، اما اعتمادشان بر جای درست نبود. نبرد دوباره آغاز شد و این بار فاجعه حتی بزرگتر بود. 30,000 سر بازداشته شدند. صندوق خدا به اسارت رفت و حفنی و فینهاس هر دو کشته شدند، همان گونه که خداوند گفته بود. پیام رسانی از میدان نبرد گریخت و به شیلوه رسید. ایلی سال خورده و نابینا نشسته بود و در انتظار بود. دلش برای صندوق عهد خدا می تپید. وقتی خبر را شنید، شکست اسرائیل، مرگ پسرانش و اسارت صندوق، ایلی به عقب افتاد، گردنش شکست و جان سپرد. در همان روز همسر فینهاس دچار درد زایمان شد و در حال مرگ پسرش را ایخابود نامید و گفت: جلال از اسرائیل رفته است. صندوق رفته بود، ایلی رفته بود، پسرانش رفته بودند و جلال از میان قوم دور شده بود، اما خدا فراموش نکرده بود. صندوق خدا را به اشدود بردند و در معبد داگون قرار دادند. صبح روز بعد بت داگون در برابر تابوت به زمین افتاده بود. روز دوم سر و دستانش شکسته شده بود و دست خداوند بلا و وحشت را بر مردم آورد. فلسطینیان صندوق را از شهری به شهر دیگر فرستادند، از جد تا اقرون، اما بلاها همچنان ادامه داشت. پس از 7 ماه تصمیم گرفتند آن را بازگردانند و همراهش هدیه‌ای برای جبران بفرستند. صندوق را بر عرابه‌ای نو گذاشتند، 2 گاو را به آن بستند و رهایشان کردند و بدون هیچ راننده‌ای گاوها مستقیم به سوی بیت شمش در اسرائیل رفتند. مردم با دیدن آن شادی کردند. صندوق به خانه بازگشته بود. در این میان سموئیل رشد کرده بود و در تمام اسرائیل به عنوان نبی خداوند شناخته میشد. 20 سال گذشت و دلهای قوم دوباره مشتاق خدا شد. سموئیل مردم را فراخواند تا توبه کنند. خدایان بیگانه را از میان خود دور کنید و تنها خداوند را عبادت نمایید. آنگاه او شما را از دست فلسطینیان نجات خواهد داد. و مردم اطاعت کردند. سموئیل اسرائیل را در مسوا جمع کرد. آنها روزه گرفتند، آب در حضور خداوند ریختند و اعتراف کردند ما به خداوند گناه کرده ایم. وقتی فلسطینیان حمله کردند، اسرائیل ترسید. اما سموئیل بره‌ای را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کرد و دعا نمود.
و خداوند با رعدی عظیم پاسخ داد. دشمن را به آشفتگی انداخت و اسرائیل آنان را تعقیب کرده و شکست داد. سپس سموئیل سنگی را میان مسوا و شن برپا کرد و آن را ابنیزر نامید و گفت تا به اینجا خداوند ما را یاری کرده است. سموئیل تمام ایام زندگیش بر اسرائیل داوری کرد. سال به سال در میان بیت ایل، جنجال و مسوا سفر می کرد و هر بار به رامه خانه خود باز می گشت، جایی که مذبحی برای خداوند بنا کرد و برای قوم دعا می نمود. سموئیل پیر شد و پسرانش یوئیل و ابیا را به عنوان داوران بر اسرائیل گماشت، اما آنها در راه پدر خود گام بر نداشتند، رشوه می گرفتند و عدالت را منحرف می کردند. بزرگان اسرائیل نزد سموئیل در رامه آمدند و گفتند تو پیر شده ای و پسرانت در راه تو رفتار نمی کنند. برای ما پادشاهی تعیین کن تا مانند سایر قومها ما را داوری کند. این سخن سموئیل را ناخشنود ساخت. پس نزد خداوند دعا کرد و خدا به او گفت به سخن قوم گوش بده، زیرا آنها تو را رد نکردند، بلکه مرا از پادشاهی بر خود رد کردند. اما به طور جدی آنان را از روش‌های پادشاه آگاه ساز. پس سموئیل به مردم گفت پادشاهی که بر شما حکومت کند چنین خواهد کرد: پسران شما را برای خدمت خواهد گرفت، دختران شما را برای کارهای خود خواهد برد، بهترین زمین‌ها و گله‌های شما را خواهد گرفت و شما را خادمان خود خواهد ساخت و در آن روز از زیر بار او فریاد خواهید زد، اما خداوند شما را پاسخ نخواهد داد. اما مردم گوش ندادند و گفتند نه، ما پادشاهی می‌خواهیم تا مانند سایر قوم‌ها باشیم و او ما را رهبری کند و در جنگ‌ها پیشاپیش ما بجنگد. سموئیل سخنان ایشان را شنید و آنها را نزد خداوند باز گفت و خداوند گفت به سخن ایشان گوش بده و برایشان پادشاهی تعیین کن. پس سموئیل به مردم گفت هر یک به شهر خود بازگردید و آنها رفتند. در قبیله بنیامین مردی به نام قیس بود و او پسری داشت به نام شاول، جوانی بلند بالا و خوش‌چهره، بلندتر از هر مردی در اسرائیل. روزی الاغای قیش گم شدند، پس شاول همراه با یکی از خادمان به جستجوی آنها رفت. آنها از سرزمین بنیامین و افرایم گذشتند، اما چیزی نیافتند. خادم گفت در این شهر مردی از خدا هست که میتواند راه را به ما نشان دهد. اما خداوند پیشتر به سموئیل گفته بود فردا در همین زمان مردی از سرزمین بنیامین نزد تو خواهد آمد. او را مسح کن تا بر قوم من اسرائیل پیشوا باشد و قوم مرا از دست فلسطینیان نجات دهد. وقتی سموئیل شاول را دید، خدا در دلش گفت این همان کسی است که درباره‌اش به تو گفتم. پس سموئیل او را پذیرفت و میهمان خود ساخت و از صبح روز بعد روغن را بر سرش ریخت و او را مسح کرد و گفت آیا خداوند تو را بر قوم خود اسرائیل برنگزیده است تا پیشوای ایشان باشی؟ سموئیل نشانه‌هایی به شاول داد و هر یک از آنها به درستی تحقق یافت. سپس تمام اسرائیل در مصفاح جمع شدند. قرعه به قبیله بنیامین افتاد، سپس به خاندان متری و در نهایت شاول برگزیده شد. در ابتدا شاول خود را در میان بارها پنهان کرده بود، اما وقتی او را آوردند در میان مردم ایستاد و از همه بلندتر بود. سموئیل گفت آیا می‌بینید کسی را که خداوند برگزیده است؟ در میان تمام قوم کسی مانند او نیست. و همه مردم فریاد زدند زنده باد پادشاه. و خداوند دل شاول را دگرگون ساخت و روح خدا بر او قرار گرفت. سموئیل به تمام اسرائیل گفت من به درخواست شما گوش دادم و برایتان پادشاهی برگزیدم. اکنون او پیشاپیش شما راه می رود و من پیر و سپید مو شدم. اگر به کسی ظلم کردم یا حقی از او گرفتم بگویید تا جبران کنم. مردم پاسخ دادند تو به ما ظلم نکرده ای و بر ما ستم ننموده ای. سموئیل گفت خداوند و مسح شده یهو شاهدند که من چیزی از کسی نگرفتم. سپس سموئیل تاریخ آنها را به یادشان آورد، از مصر تا همان روز، و گفت اگر از خداوند بترسید، او را خدمت کنید و از صدای او اطاعت نمایید، همه چیز برای شما نیکو خواهد بود. اما اگر سرکشی کنید، دست خداوند بر ضد شما خواهد بود. آنگاه سموئیل از خداوند خواست تا سخنانش را تایید کند و ناگهان از آسمانی صاف رعد و باران فرو ریخت و تمام مردم از خداوند و از سموئیل ترسیدند. آنها التماس کردند برای ما از خداوند دعا کن تا نمیریم، زیرا با درخواست پادشاه گناهی دیگر بر گناهان خود افزودیم. سموئیل پاسخ داد نترسید، گرچه این کار بد را انجام داده اید، اما از پیروی خداوند باز نگردید. او را با تمام دل خود خدمت کنید. از بت‌های پوچ روی بگردانید، چیزهایی که نه سودی دارند و نه نجاتی می‌دهند. زیرا خداوند قوم خود را ترک نخواهد کرد، چون او شما را برای خود برگزیده است. و من نیز از دعا کردن برای شما دست نخواهم کشید، بلکه شما را در راه نیکو و درست هدایت خواهم کرد.
اسرائیل در تنگنایی سخت قرار گرفت. فلسطینیان لشکری عظیم گرد آورده بودند و مردم از ترس از کنار شاول پراکنده می شدند. سموئیل بی شاول گفته بود 7 روز صبر کن تا بیایم و قربانی سوختنی تقدیم کنم. اما وقتی زمان گذشت و سموئیل نیامد، شاول خود دست به کار شد. او خودش قربانی سوختنی را تقدیم کرد، کاری که تنها سموئیل حق انجام آن را داشت و درست در همان لحظه سموئیل رسید. سموئیل گفت چه کرده ای؟ شاول پاسخ داد وقتی دیدم مردم از من پراکنده می شوند و تو در زمان تعیین شده نیامدی و فلسطینیان آماده جنگ شده‌اند، خود را مجبور دیدم که قربانی را تقدیم کنم. سموئیل گفت به نادانی عمل کردی، فرمان خداوند را نگاه نداشتی. اگر اطاعت کرده بودی، پادشاهیت برای همیشه برقرار می ماند. اما اکنون خداوند مردی را برگزیده است که مطابق دل اوست تا بر اسرائیل فرمان روایی کند. زیرا تو از فرمان او اطاعت نکردی. سپس سموئیل برخاست و رفت. خداوند از طریق سموئیل به شاول فرمان داد برو و عمالیق را شکست بده و همه چیز را نابود کن، مردان، زنان، کودکان و حیوانات. هیچ چیز را زنده باقی مگذار. شاول به جنگ رفت و پیروز شد، اما بهترین گله ها را نگه داشت و آگاج پادشاه عمالیق را زنده نگه داشت و بدین گونه از فرمان خدا نافرمانی کرد. خداوند به سموئیل گفت پشیمانم که شاول را پادشاه ساختم، زیرا از پیروی من بازگشته است. سموئیل اندوهگین شد و تمام شب نزد خداوند دعا کرد. صبح روز بعد سموئیل با شاول روبرو شد و گفت این صدای بعبع گوسفندان چیست که میشنوم و صدای گاوان از کجاست؟ شاول پاسخ داد مردم آنها را نگه داشتند تا برای خداوند قربانی کنند. سموئیل او را توبیخ کرد و گفت آیا خداوند از قربانی ها بیشتر خوشنود می شود یا از اطاعت از صدای او؟ بدان که اطاعت بهتر از قربانی است و گوش سپردن بهتر از چربی قوچ ها. تو کلام خدا را رد کردی، پس او نیز تو را از پادشاهی رد کرده است. شاول به گناه خود اعتراف کرد، اما دیگر دیر شده بود. سموئیل گفت خداوند امروز پادشاهی را از تو گرفت و آن را به کسی بهتر از تو داد و جلال اسرائیل دروغ نمی کند و تغییر نمی کند. سپس سموئیل آگاج را کشت، به رام بازگشت و شاول به خانه خود رفت. و سموئیل دیگر هرگز شاول را ندید تا روز مرگش، اما برای او سوگواری می کرد. خداوند به سموئیل گفت تا به کی برای شاول سوگواری خواهی کرد؟ من او را از پادشاهی رد کرده‌ام. شاخ خود را از روغن پر کن، زیرا تو را نزد یسی اهل بیت لحم میفرستم، چرا که از میان پسران او پادشاهی برای خود برگزیدم. سموئیل ترسید، زیرا گمان می‌کرد شاول او را خواهد کشت، اما خدا راهی برایش فراهم کرد. او به بیت لحم رفت و بزرگان شهر با ترس به استقبالش آمدند. سموئیل یسی و پسرانش را به قربانی دعوت کرد و ایشان را تقدیس نمود. 7 پسر یسی از برابر سموئیل گذشتند. هر یک در ظاهر چشمگیر بودند، اما خداوند گفت این یکی نیست. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل می نگرم. سرانجام سموئیل درباره کوچکترین پرسید. داوود که مشغول چوپانی بود. او را فراخواندند و هنگامی که داوود آمد، سرخ چهره، خوش سیما و با چشمانی زیبا، خداوند گفت برخیز او را مسح کن، زیرا این همان است. پس سموئیل در حضور برادرانش روغن را بر سر داوود ریخت و او را مسح کرد و روح خداوند از آن روز بر او قرار گرفت. سپس سموئیل به رام بازگشت. روح خداوند از شاول دور شده بود و روحی آزاردهنده او را عذاب می‌داد. خادمانش پیشنهاد دادند که نوازنده‌ای ماهر پیدا کنند. پس داوود پسر یسی را آوردند و هرگاه او بربط می‌نواخت، شاول آرامش می‌یافت. به زودی اسرائیل با فلسطینیان روبرو شد و جنگی در گرفت. از میان آنان جنگجویی غول پیکر بیرون آمد. جولیات از جت با قامتی بسیار بلند. او 40 روز صبح و شام اسرائیل را به مبارزه می‌طلبید و تمام قوم از ترس می‌لرزیدند. داوود برای رساندن غذا به برادرانش به اردوگاه آمده بود. او صدای جولیات را شنید و جسارتش او را به خشم آورد. گفت من به جنگ این فلسطینی خواهم رفت به نام خداوند. شاول تردید داشت، اما داوود گفت وقتی چوپان بودم شیر و خرس به گله حمله کردند
و خدا مرا از دست آنها نجات داد. همان خدا مرا از دست این دشمن نیز نجات خواهد داد. پس شاول گفت: برو و خداوند با تو باشد. داوود زره شاول را رد کرد، عصای خود را برداشت، فلاخن را به دست گرفت و 5 سنگ صاف از جویبار انتخاب کرد. او به سوی جولیات پیش رفت. غول او را تمسخر کرد. اما داوود گفت: تو با شمشیر و نیزه به سوی من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها، خدای سپاه اسرائیل به سوی تا میایم. سپس داوود دوید، سنگی در فلاخن گذاشت و پرتاب کرد. سنگ به پیشانی جولیات خورد و او با صورت بر زمین افتاد. و اسرائیل فریاد پیروزی سر داد و فلسطینیان گریختند. شاول داوود را بر سپاهیان خود گماشت و داوود در هر کاری که انجام میداد کامیاب بود و مردم او را دوست می‌داشتند. پس از آنکه داوود جولیات را شکست داد، زنان از شهرها بیرون آمدند و سرود خواندند. شاول هزاران را کشت و داوود 10,000 را. این سخن شاول را خشمگین و حسود ساخت. روحی آزاردهنده بر او آمد و او تلاش کرد با نیزه داوود را بکشد، اما داوود گریخت. خداوند با داوود بود و شاول دشمن او شد. داوود گریخت و نزد سموئیل در رامه رفت و تمام آنچه رخ داده بود را برای او باز گفت و هر دو در نایوت ساکن شدند. شاول فرستادگانی برای دستگیری داوود فرستاد، اما روح خدا بر آنان آمد و شروع به نبوت کردند. دسته دوم فرستاده شد و همان اتفاق افتاد. دسته سوم نیز همین گونه. سرانجام شاول خود رفت و روح خدا بر او نیز آمد و تمام روز و شب در حضور سموئیل نبوت کرد و داوود در امان گریخت. سموئیل درگذشت و تمام اسرائیل برای او سوگواری کردند. او را در رامه به خاک سپردند. در همان زمان فلسطینیان سپاهی عظیم گرد آوردند. شاول آنان را دید و ترس دل او را فرا گرفت. او از خداوند پرسید، اما پاسخی نیامد، نه از طریق خوابها، نه از اوریم و نه از طریق انبیا. در ناامیدی شاول خود را تغییر چهره داد و شبانه به عین دور رفت، نزد زنی که روحی آشنا داشت. او گفت: برایم روحی را احضار کن، سموئیل را برایم بیاور. زن ترسید، اما شاول سوگند خورد که آسیبی به او نخواهد رسید. پس زن سموئیل را فراخواند و او همچون پیرمردی با ردایی ظاهر شد. شاول او را شناخت و با ترس به زمین افتاد. سموئیل گفت: چرا مرا آشفته ساختی و بالا آوردی؟ شاول از درماندگی خود گفت، اما پاسخ سنگین بود. خداوند از تو روی گردانده است. پادشاهیت به داوود داده شده است. فردا تو و پسرانت با من خواهید بود و اسرائیل به دست فلسطینیان خواهد افتاد. شاول تمام قد بر زمین افتاد، بی نیرو و سرشار از وحشت. این آخرین سخنان سموئیل بود. روز نبرد فرا رسید. فلسطینیان با اسرائیل جنگیدند و سپاهیان اسرائیل گریختند و بر کوه جلبو فرو افتادند. فلسطینیان شاول را تعقیب کردند و تیراندازان او را سخت مجروح ساختند. شاول به سلاحدار خود گفت: شمشیرت را بکش و مرا بکش، اما او ترسید و نپذیرفت. پس شاول شمشیر خود را گرفت و بر آن افتاد. پسران او نیز در همان روز جان دادند: یوناتان، ابیناداب و ملکیشو. مردان یابش جلعاد، همانهایی که روزی شاول نجاتشان داده بود، برخاستند. آنها پیکر شاول و پسرانش را بازگرداندند. آنها را سوزاندند و استخوان‌هایشان را زیر درخت گز به خاک سپردند و 7 روز روزه گرفتند. سموئیل در رامه درگذشت و تمام اسرائیل گرد آمدند و برای او سوگواری کردند. او را در خانه‌اش در رامه به خاک سپردند، اما میراث او هرگز نمرد. سموئیل آخرین داور اسرائیل بود و نخستین نبی بزرگ عصر جدید، مردی که در دستان او 2 پادشاه مست شدند، یکی بلند بالا در ظاهر اما کجدل در باطن و دیگری کوچک در چشم انسان اما راست قامت در حضور خدا. او از یک دعا متولد شد، دعای مادری با قلبی شکسته اما ایمانی شکست ناپذیر. او با یک صدا آغاز کرد، صدایی در شب خیمه مقدس: بگو ای خداوند، زیرا خادم تو میشنود. و با همین روح گوش دادن تا آخرین روز زندگیش زیست. سموئیل هرگز برای قدرت زندگی نکرد، هرگز برای خودش زندگی نکرد. وقتی قوم پادشاه خواستند، او نپرسید جایگاه من چه می شود، بلکه پرسید اراده خداوند چیست.
وقتی شاول سقوط کرد، سموئیل تمام شب گریست، نه برای قدرت از دست رفته، بلکه برای انسانی که می توانست عظیم باشد، اما انتخاب نکرد. و زمانی که داوود را محض کرد، آن چوپان کوچک، آن پسر کوچکتر، آن که هیچ کس حتی او را صدا نزد، سموئیل آموخت که خدا در جایی می نگرد که چشم انسان هرگز نمی بیند. در کلام آمده است: خداوند با سموئیل بود و نگذاشت هیچ یک از سخنانش بر زمین بیفتد. و این بزرگترین تأسیفی است که می توان درباره یک نبی نوشت. حنه یک بار دعا کرد و خدا نسلی را تغییر داد. سموئیل یک بار گوش داد و ملتی راه خود را یافت. تا به اینجا خداوند ما را یاری کرده است. ابینزر.